بنزین 3000 تومن نیست قربونه اون زد گفتنت برم من. بنزین 90,000 تومنه. چرا؟ شماها، حالا آقا مسعود من شما رو میگم، شما رئیس جمهوری دیگه، همینجوری برو تا ته صف، رئیس جمهوران قبلی، همه وزیرا، یه بلایی سر ما آوردید، ما خیابونامون پر ماشینایی شد که 3 برابر استاندارد جهانی دارن بنزین میسوزونن. 109 دیگه، مگر استاندارد جهانی 103 نیست؟ ما داریم 109 میسوزونیم. بله؟ خب پس یه ضریب 1/3 اینجا اضافه میشه. یعنی اگر من یه ماشین درست درمون داشتم لازم نبود هفته‌ای 3 بار باکم رو پر بکنم، 1 بار باکم رو پر میکردم، نه 3 بار. اینا ماشینایی هستند که شما به ما تحمیل کردید. درست در سالهایی که نیاز داشتیم و بنزین تولیدی و مصرفی لب به لب بود، شما به جای اینکه لجبازی بکنید اگر مانع واردات خودرو نمی شدین، ما همون تعادل تولید به مصرفمون رو حفظ می کردیم داخل ایران. منتها به خاطر مافیای خودروسازی پاتونو کردید تو یک کفش و نذاشتید ماشین وارد این مملکت بشه، نذاشتید و ما رو مجبور کردید ماشینایی سوار بشیم که استانداردشون 3 برابر دنیاست. خب به اینجا تموم نمیشه، چون بنزین کم آوردید. برای اینکه بنزین یک کالای استراتژیک هست، شروع کردید کیفیت بنزین هایی که به ما میدادید رو کمتر کردید. پس علاوه بر این که ما 3 برابر داشتیم استفاده میکردیم بنزین رو، آمار خودتون میگید مصرف مردم ایران 2-3 برابر میانگین جهانیه. مرد مومن، ما مغزمون رو کسی گاز نگرفته 3 برابر دنیا بنزین مصرف بکنیم. ما ماشینامون 3 برابر دنیا بنزین مصرف میکنن. مقصرش باز ماییم؟ خودرویی که به ما تحمیل کردید 3 برابر استاندارد دنیا داره مصرف میکنه، نه ما. چرا از این ور نمیبینید ماجرا رو؟ تازه تموم نمیشه، گفتم ثابت میکنم به چه قیمتی داریم میخریم. ببین من کاهش کیفیت بنزین رو هم کاری ندارم، چون یه مدتی خودتون بهترم من میدونید که بنزین ناکیفیت به ما دادید، آلودگی هوا و اینا دیگه خودتون میدونید. اصلا از اون مبحث میگذریم. سلطان، استاد، آقا مسعود، 800 میلیون تومن ماشین در دبیه. میخوای بیارم؟ میخوای کارتمو نشون بدم؟ دیگه فکر میکنم لازم نیست بیارم اپلیکیشن نشون بدم. یه ماشین بی درد سر، مصرف 103، در دبی چنده؟ 800 میلیون تومن. آقا مسعود، اون ماشین بیا تهران چنده؟ 4 میلیارد تومن. خب من کاری ندارم که سالانه مالیات هم میگیرید چون این ماشین لوکس بالای 1 میلیارد تومن باید مالیات هم، اونا رو هم کاری ندارم. همین اولش میگم 800 میلیون 4 میلیارد. یه ضریب 1/5 همینجا داریم. اونور ضریبمون چی بود؟ 1/3. این 1/5 تا الان شد 1/15. خب میام سراغ یه کشور این دور و برا بگید، کشور مثلا همین ترکیه رو مثال بزن، نگیم حالا کویت و قطر و اونا، بگیم اینجور، همین ترکیه حقوق وزارتکارشون چنده؟ من به شما میگم 17,000 لیر. به پول ما الان میشه 40 میلیون تومن.
کف حقوق وزارتکاریه. همینجا استانبول. گفتم کویت و قطر و امارات و اینا رو نمیگم، ترکیه، استانبول. خیلیاتون شاید الان از استانبول باشن. 17,000 لیره. 17,000 لیر به پول ما میشه 40 میلیون تومان. حقوق وزارتکاری در ایران چنده؟ من به شماها ارفاق میکنم و میگم 20 میلیون تومان. نیستا 15-16 میلیون، میگیم 20 میلیون تومان. 20 میلیون 40 میلیون، 1/2، یک دوم هم اینجا داریم. پس شد 1/2، 1/5، 1/3. اینا رو به هم ضرب میکنیم. 1/3 در 1/5 میشه 1/15. 1/15 در 1/2 میشه 1/30. یعنی 3,000 تومن نیست، 90,000 تومنه. یعنی اتفاقا درست شما $1 هم حساب بکنید همون پولو داری از ما میگیری، در حالی که فری آن بورد $1 نیست. حالا اصلا فرض میکنیم $1 همون پولو داری از ما میگیری.